استاد شخصی که حاضر در مکه است نماز تراویح خواند خوب است و یا که طواف کند درگیر خانه الله ثواب تراویح کدوم کند. برای آنکه بعد تراویح امکانیت طواف کردن است، لیکن بعد طواف امکانیت تراویح خواندن نیست. الکی با این جماعتی که میلیون زاید مردم در پشت بهترین امام ها قرائت و یک جزء قرآن خوانده میشه. اون وسوسه شیطان از گاه ها نماز خواندن خوشش نمیاد، میگه یک راند طواف کنم ثوابش بلند است. نماز تراویح خواند بعد طواف کند. طواف 24 ساعت ممکن است. آخر یک ساعت نماز تراویح است. یک ساعت اگر همراه امام نماز خواند تا سحر کتب له قیام لیل، نماز شبی پره نوشته میشد. از همین اذان شام تا اذان بامداد نماز خواند گفته الله تعالی می نویسد. علل خصوص در خانه کعبه یا نمازتون 100,000 رکعت نماز است. یا نماز 100,000 نماز است. در حدیث اومده زیاد آدم گفته است که برای چی 100,000 رکعت میگویی؟ آخه یا نماز اگر رفته 4 رکعته باشد، همون نماز 4 رکعته برابری 100,000 نماز 4 رکعته هست. اگر بر رکوع تقسیم کنیم یعنی برکت یک رکعتش برابری 100,000 رکعته، یک سجده تون برابری 100,000 سجده هست. بنابراین همراه امام خوانید. بعد اینکه نماز تراویح تمام شد مرحمت تا بامداد 10 بار طواف کنید. هر مراتبی که طواف کردید 7 مراتب درگرد خانه 2 رکعت نماز طواف میخوانید. بله برادرایی که حج و عمره اومدن، حالا اتوبوس ها خیلی مثلا سیر آدم، کوچه ها سیر آدم، اگر همین امکانیت پیدا کردید در جای داخل حرم جای گرفتید دیگه نبرایید مگرم به حاجت انسان. مثلا یک آمدگی یک نماز نخوانید، حرم آمدن مشکلش دیده ایستادید. بعضی شکایت میکنن که آخه وقتهای نماز با وصیت به آن آدمایی که در مکه هستید در وقتهای نماز به نماز نوید. مثلا نماز پیشین آمده باشید ساعت 9 رو برایید. اگر خواهید که آمده حلال و پاک در داخل مسجد در بالاهای قالین نماز خوانید، می بیایید در بالا سنگ خنک نماز میخوانید، سر و سیمه در ره مردم، بعد میخزید. هید به وقتر بیایید جایگیر شوید تا وقتی نمازهای نافله خوانید. برای چی رفتید اینقدر مبلغ صرف کرده؟ غنیمت دانید. آخر از دور و نزدیک کار و بار و همش یک طرف زن و فرزند ترک کرده رفتید، مبلغ صرف کرده رفتید. مقصد غنیمت دانید. در کوچه و در آشخانه های در چایخانه ها نگذارونید وقته. بله